إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إن الذين بدون شک کسایی کفر کفر کردن انکار کردن از قرآن پیامبر سنت و ماتوا و هم کفار مردن در حالی که اینا کافرا بودن، یعنی مرگشان به کفر شد، توبه نکرد. اولئک اینمی کسا که کفر کردن و به کفر مردن علیهم به بالایشان لعنت الله، لعنت الله است، و الملائکت از ملائکه است، و الناس از انسان ها مؤمنین است، اجمعین همگی خالدین فیها همیشه میماننده لعنت که آتش است. لا یخفف عنهم العذاب تخفیف و کم نمیشه از این عذاب که مقرر است، ولا هم ینظرون و مهلت برشان داده نمیشه. اینه الله میگه که کسای کفر کردن آنچه که الله نازل کرده او را قبول نکردن کلش باید قبول کنی. یؤمنون ببعض الكتاب و یکفرون ببعض اولئک هم الکافرون حقا. الله میگه بعضی احکام الله را قبول کرد، بعضشانی این کافرای برحق هستند. این دیگه آیت که یک تا میگه ایش قبول دارم اوش ندارم مطابق خواهشات خود. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، داخل شوین در اسلام، قبول کردن عملی کردن همه ابعادش کافه. یهودیا گفت ما ایمان میاریم روز شنبه را رخصتی و تعظیم جشن میگیریم، چطور شیرش قبول نداریم حلال بودنش؟ گفت مؤمن نیستی. الله می ادخلوا فی السلم کافه، داخل شوین در اسلام با همه پذیرفتن، همش آمنا و سلمنا، هر چی که است در قرآن بنفهم است، در ظاهر بنفهم نباشد قبولش دار عمل میکنم. فاتقوا الله ما استطعتم. ایمانی را میگه، ایمانی تو نیست بعضش قبول دارم بعضش نه. این خو یهود است صفتش. حالی سیکولرها میگن که بعضش قبول داریم بعضش نه. همینجا یک مسئله بود میگفتم چطور است اسلام، همین بخش فرهنگی و اخلاقیش بسیار خوشم میاد. گفتم تو هم بخشکیش کردی، این بخش عباداتش و بخش دعوتش و معاملاتش ایره چی میگی؟ نه گفت همین چیزایش باید یک ذره جور کنیم، اصلاحات بیاریم. گفتم ایمان نداریم بیدین. نماز شام میگه خوشم نمیاد، 5 وقت تکلیف بده اومد، روزه هم تکلیف است، زکات هم مشکل است، حج هم، دعوت هم دیگه. ایمی که شراب ممنوع اینی چیزا نه، شراب میگه خوب است باشه، ذره کم کم آدم استفاده کن اینطور دیگه. اینی حجاب خدا بپیچان اینی چیزا. و دیگه ای که جدا نگرد، دختر که بچه جدا نگرده و ارتباط نگیره، اینی چیزاش خوشم نمیاد. خود چی خوشت میاد؟ امی اخلاقیاتش که کمک کو، سلام بته، صدقه کو، خیرات کو، اینی چیزا نفع برسان به مردم، چیزای مضر از پیش رای مردم وسکو، اینی چیزاش بسیار خوشم. گفتم ایمان نداری؟ گفت خب کی میگه؟ گفتم قرآن میگه که یؤمنون ببعض الکتاب و یکفرون ببعض، ایمان میاره به بعضش انکار میکنه بعضش. اولئک هم الکافرون حقا، کافرای برحق هستن اینا، در کفر شک نیست. دعوا ایمان نکو، مردم فریب نتی. اینی مهم است که کل اسلام کل شامنا و سلمنا. آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا كل شيء، أطعنا اطاعت میکنیم، غفرانك ربنا و الیک المصیر. سمعنا و اطعنا در اسلام همیست. در اسلام گفته هم آدم خوب گپ زد، گفت همین مثل که در نظامیگری جنرال میگه خیس استاد شو، استاد بداو میدوی. پرسان میکنی که چرا صاحب اونجا برم، قتیلی دبیخ گوشت میزنه، میگه نظامی است، عسکر هستی. عسکر پرسان کنه تو سیلیا بخوره، پرسان نکو بداو. در نظام عسکری چطور جنرال که میگه فلانی صاحب استاد میشه، انا کالایت و پشت خود تیار که آماده کن میدوه، نه پرسان نمیکنه، بداو که وظیفه در فلانا جا میدوه، پرسان میکنه. اینجا که الله میگه که او خالق کائنات میگه این کارا بکن، چرا ما این کارا کنم؟ به الله میگه تو، به الله میگی چرا؟ فلسفیش چیست؟ به جنرال الهی چرا گفته نمیتونی؟ نه به الله میگی چرا؟ فلسفیش بگو، فلسفه عبادات. یکم دفعه این گپای مرا میگن این احساساتی است، این دینه، والله این ایمانه.
صحابه میتو بود که برش میگفتن سمعنا و اطعنا. چه صحابیایی بود نه. زن سایکو عبدالله بن عمر آمد، پدرش گفت که طلاق بده زنتا، مانع یک عمل فرض شده بود، کمی سست کرده بود، اطاعت نکرد. عمر پیش رسول الله هم شکایت کرد، اطاعت نمیکنه. رسول الله هم گفت اطیع اباک، اطاعت کن. عاجل رفت طلاقش داد. دیگه نگفت که یا رسول الله چرا؟ حکم الله و رسول است، گپ نمیزنی دیگه. پدرش که گفت نکرد عمل. رسول الله هم که گفت زن مقبول ترین زن بود، میگه اقا دوستش داشت ایلاش کرد، طلاقش داد. حالا اگه این گپ باشه که الله بگه که 1 سال کتی زن بان طلاقش بده، باز وقت ببین نه 1 سال بودی ایلاش بده، هیچ قدر سخت باشه. ولی اونا هر حکم الله را عملی میکرد. هر حکمی که میامد، شراب میخوردن، چاتیا شراب پر بود، کمی حرمت شراب آمد دیگه خلاص نه، کلش در من جای مدینه اعلان کرد. چاتیا را چپک کنین گفت، نگفت که چرا یا رسول الله فلسفه چیست، حکمتش چیست، تو بیا اینجا بیان کن. گفت بس دیگه خلاص شد. حکم قبله آمد به طرف بیت المقدس. امین نفر رسول الله حدیث بخاری است، خب کمی آمد گفت که ای مردم حکم قبله تحویل شد به طرف کعبه، روی تان دور بتین، نماز عصر است. خب کلگی نگفتن چرا فلسفه چی، دور دادن. یعنی تو صحابه تو حتی نمیگه فرض است، واجب است، سنت است، مستحب است. حال ما شما میبینیم فرض است، خب مستحب است، مستحبات بان ما، سنت است بان سنت ها را عملی نکن. این گپا نمیگفتن. این خب پس هم برآمد فرض است، سنت است، مستحب. این ایمان که با ما شد اصل عقیده ای را میگه. عقیده این است که قبر رد کو آمین بلند بگو. خب قبری تو از قبر چیزی کردن تنها نیست. عقیده ایست که هر حکم الله را در همون جایش با همون قسمی که هست قبول کو، عمل کو. دلت به فایده‌ت است، به ضررت است. ان الذين كفروا بدون شک کسای کفر کردن به الله، استمرار کردن به کفر خدا تا کیا و ماتوا علی الکفر و ماتوا هم کفار. اینی مرگ به کفر خطرناک است. الله نجات بده. آخر ما و شما را الله با ایمان ببر. انما الاعمال بالخواتیم، خاتمه مهم. اولئک علیهم لعنت الله، اولئک اینمی کافرها به بالای از اینا لعنت الله است. لعنت ته الله است و الملائکه، ملائکه هم لعنت میگه اینا را در دنیا و آخرت. و الناس، تمام روی زمین مؤمنین هم لعنتشان میگه. در روز قیامت هم یکشان دیگه خدا را لعنت میکنه. نه ما شما خواندیم که در سورت عنکبوت نه و یوم القیامت یکفر بعضکم لبعض و یلعن بعضکم بعضا، یکی دیگه تا لعنت میکنه. کافر یک دیگه خدا لعنت میکنه. لعنت محروم شدن از جنت، رفتن به جهنم. خالدین فیها، همیشه میمانند در جهنم. لا یخفف عنهم العذاب، سبک نمیشود، کم نمیشه از این عذابی که تعیین شده است. ولا هم ینظرون، و مهلت داده نمیشوند، مهلت داده نمیشه به اینا و اینا میرونده عذاب ها. مهلتی که بگه چند وقت مرا وقت بده بان پسان الله میگنی. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. رای نجات برای کافر چیست؟ که الله را من حیث معبود واحد عبادت، اطاعت، بندگی کنند، محبت کنند، بترسند از الله. و الهکم، معبود بر حق شما، اله واحد، معبود واحد است، یک است، تنهاست که الله است. حقدار عبادت و بندگی و اطاعت هیچ کسی نیست. لا اله الا هو، نیست حقدار عبادت، بندگی، حاجت روا، مشکل کشا الا هو، مگر صرف الله است. الرحمن، عام رحمت کننده است. الرحیم، خاص رحمت کننده است. نعمتهای دنیا را میته، آخرت هم میته. در اینجا الله متعال مناسبتش واضح است. حال کافرین الله بیان کرد، آن عذابایی که به اینا است، دلایل گفت. حال الله ای را بیان میکند که راه نجات عقیده توحید است و دلایل عقلی را بیان میکند که الله واحد است، قدرت کائنات پیش است، رزق و روزی همه گیر الله میته. اله معبود بر حق گفته میشه. یه اتم در مدینه نازل شدگی است. الهکم یعنی مستحق للعبادت، اله واحد است. حال مردم ها ببینیم به میلیون ها بتا
ستاره، آفتاب، مهتاب، قبرها، پیرا، رئیس جمهورا، این کسا را عبادت میکنه. الله میگه معبود یکیست. رکوع و سجده و که از او امید داشتن و محبت با او کردن و در مافوق اسباب ترسیدن، این فقط یک ذاته. حاجت روا، مشکل کشا، خوشحالی میاره، غم میاره، اولاد میته. این کارای الوهیت است. اولاد دادن این فقط یک ذات است که الله سی کار میکنه. لا اله الا هو، نیست معبود بر حق بغیر از الله. رحمان و رحیم است، نعمتای دنیا و آخرت میته. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بدون شک در پیدایش آسمان و زمین، مختلف شدن شب و روز، کشتی که روان می شود در بحر، بما ینفع الناس، با آنچه که نفع می رساند به مردم، و ما انزل الله من السماء، آنچه که پایین می کند الله از طرف آسمان، من ماء، آب باران، فاحیا، زنده می کند، تازه می سازد، به می آب باران، الارض، زمین خشک را، بعد موت و بعد از خشک شدنش، و بسد نشر می کند الله فیها، در روی زمین، من کل دابت، از هر یکی میزی روح زنده سر میگرده، حیوانات، نباتاتش. و تصریف الریاح، تصریف الریاح، بار بار گردانیدن بادها، میره و میای بادهای مختلف. و سحاب المسخر، ابری که تابع است در بین، المسخر تابع شده بین السماء و الارض، در بین آسمان و زمین. لآیات لقوم یعقلون، دلایل زیاد است، به نشانه ها است، علامات است به قدرت و وحدانیت الله. لقوم یعقلون، برای قومی که فکر میکنن، تعقل میکنن، از عقل خودان کار میگیرن. کافرها خود از عقل کار گرفتن نمیتونه، این میتو ماندگی است. عقل داره، در دیگه چیزا مصرفش میکنه. حال اینجا بسیار دلایل قوی عقلی میگه الله. الله میگه ما وجود دارم، واحد هستم. دلیل چیست؟ آسمان سیکو، پیدایش آسمان. کسی ادعا کرده که ما آسمان رو پیدا کردیم؟ نه، غیر از الله. فقط الله گفته که ما خالقش است. هیچ انسانی تا بالا نگفته که میره پیدا کرد. حیوان خوبی از گپ زدن نمیتونه. جن نگفته که میره پیدا کردیم. جن تا بالا نگفته. غیر از الله. این آسمان نمیبینی، یک آسمان نه، 7 آسمان، سماوات والارض، زمین. خلق یعنی از نیستی به هستی الله را آورد. و دایی چقدر سیارات دیگه است، دایی نظم ببین، چک این قوی جاذبه را ببین، خب این اتمسفیر زمین ببین که اینا میالت که میرن دایی آسمانات چی نظم میرن، میبینن کافرات تعجب میکنن. ولی باورمند شدن که خالق هست، الله هست، قدرت هست. سر کافرایی که تحقیق علمی میکنن از الله منکر نیستن، ولی از عبادتش انکار میکنن، از بندگیش، از اطاعتش انکار میکنه، از کتابش انکار میکنه، از رسولش انکار میکنه. به می خاطر کافر است. و این در کفر خود یک چیز است. یک نظم واحد در کائنات روان است، از این فهمیده میشه قدرت واحد است. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر چند قدرت در کائنات می بود، نظام برهم میخورد. وقتی که نظام برهم نخورده، از این فهمیده میشه قدرت واحد است. این عقلت. در یک منطقه 4 دانه رئیس دولت باشه، چی حال میشه؟ امیال 2 دانه است، وضعیت خراب است. نه؟ هنوز پوره هم نیستن، مساوی نیستن، نزدیک هستن، وضعیت خراب است. دیگه چی بگه؟ یکم تا میگه قرآن دلیل عقلی نداره. بیعقل. و اختلاف اللیل، مختلف شدن شب و النهار، روز. یعنی روز میره، شب میره، شب میره، روز میاد. ایره کی میاره؟ الله میگه من میارم. دراز میشه و کوتاه میشه. در زمستان شب چی است؟ دراز. روز چیست؟ کوتاه. در تابستان روز چی میشه؟ دراز، شب کوتاه. الله میگه ایره من میکنم. ایره نمیبینین؟ یا آفتاب نمیبینین که میاد هیچ کونام نمیشه، از ماول همیطوره. کسی گفته میتونه که آفتاب به اختیار ماست؟ امریکا گفته، روز گفته، چاینا، 5 ابر قدرت دنیا، سوپر طاقتا، هیچ کدامش نمیگه. الله میگه من این کارو میکنم. دیگه چی بگویم؟ این با چشمت میگه ببین. عقل نداری؟ یه چیزی که میبینه انسان با سرش فکر کرده میتونه. تا که نبینه و نشنه و سرش فکر کرده نمیتونه. این مخلوق نمیبینی.
والفلک التي تجری فی البحر، کشتی که روان است در بحر، به ما ینفع الناس، به انسانان نفع میرساند. یعنی کشتی باید به منفعت جور شود. در وقت ماشینی گپا نداشت، باد شمال هم تو ملایم میبردش. یکم دفعه چی هم نمیزدن، بعضی وقت شمال نمیشد کمی حرکتش میدادن، باب همینطور نرم میبردش. ولی کشتی دقیقه کلانیش غرق نمیشه. الله میگه این قدرت ماست و همی علم ما برتان دادم. مگر این در بحر هیچ کس گشته نمیتونست؟ نه، اگه کشتی نمی بود نمیگشتی چی تو استفاده میکردی؟ الله میگه این علم برتان دادم، کشتی ها را سعی کنید. دیگه چی؟ دیگه ای که و ما انزل الله، آنچه که الله نازل میکنه، الله من السماء، از طرف آسمان، من ماء آب. کی کار میکنه؟ الله میگه ما، الله نازل میکنه. کمونستای بیعقل میگفتن نه خودش میشه، این بیدین خودش میشه. تو عقیدتی هایشان، خب کمونستا تو نافهم مردم بودن، میگه خودش میشه. چرا اینجای میشه اینجای نمیشه؟ خودش میشه. و ما انزل الله من السماء، چه که الله نازل میکنه از طرف آسمان، آب باران. اگر می آب باران نباشه یعنی رزقتان، رزق ما والله دا باران است. نه امیال باران نبود، مریضی ها بود، چی حال بود. به این مرضا کلش از اونم پیدا میشه، قحطی و همه چیز باز میه. یک سال دو سال باران نشه وضعیت خراب میشه. اگر در کل روی زمین نشه آب نوشیدنی را پیدا نمیکنی. فاحیا به الارض بعد موتها، فاحیا زنده میسازد، تازه میسازد الله. فاحیا الله، الله زمین احیا راجع بسی الله. بی بمی آب باران الارض، زمین خشک را، بعد موتها، بعد از مرگش خشک شدنش است. سعی کنین. الله میگه زمین با ببینی زراعت، گندم، جو، جواری، لوبیا، نخود، درختها و سیبا و انارها و همی مختلف میوه ها، این را کی بیرون میکنه؟ الله توسط آب باران. اگر تو بگی سری باغ ما خواه همیشه باران نیست، ما خواه آب چارم میکشم، آب چام از این باران است، آب چشمم از این باران است، آب بحرم از این باران است، دریام از این همی است، کلش از این آب باران است. و بث فیها من کل دابه، و دیگه ای که نشر کردگی الله میگه دی فکر کنین. فیها در روی زمین، من کل دابه، از هر زی روح در روی زمین که میگرده، اشکالش، رنگهایش، چی چیزایه، آوازهایش فرق میکنه. خر سیکو، گاو سیکو، گوسفند سیکو، مرغا سیکو، پرنده سیکو، خزنده سیکو. یار الله میگه ما پیدا کردم چیزایی که اینجا میبینین میگرده خودش نشده. دیگه چه قوازی بگه؟ الله میگه ما میکنم. و تصریف الریاح، همی بادها بار بار گردانیدنش، نه جنوب میبر شمالو، سرد میشه و گرم میشه و تیز میشه و نرم میشه. تصریف نه، بعضی وقت تیز طوفان میاد، بعضی وقت نرم ملایم خوشت میاد. تابستان باشه، نه در زمستان طوفانی میشه، باز یک برف میاد خطرناک، کم میشه زیاد میشه، گردباد میاد. همین گردبادا و اینا، این تو گردبادا در امریکا میاد که هیچ امریکا رو دفع کده نمیتونه. کلان موترایشون در هوا میبره، تراکتورایشون در هوا میبره، در زمین میزنه. الله میگه ایران من میکنم. باد به می خاطر در حدیث میگه، رسول الله میگه باد دشنام نتین، زیرا این به اختیار خود نیست. یکم دفعه یک باد میاد خاک در بینی ما میزنه، ما شما دو میزنیم. نه همین هم مردم چی میگه بدی است یا لعنتی میگه، کل خاک زد در بینی ما. این به اختیار خود نیست، این الله آورده. و السحاب المسخر بین السماء والارض، ابر که تابیز در بین آسمان و زمین. یه ابر میگه ببینین با قدرت الله، الله هر جای میبریش. یک جای باران میشه و دیگه یک جای زیاد میشه، یک جای کم میشه. اگر ابر نباشد باران هیچ پیدا نمیشه. این ابر سعی کنین. الله میگه ابر در کجاست؟ در بین آسمان و زمین است. یعنی ابر در خود آسمان نیست، در بین آسمان و زمین. کمونیستا چی میکنن؟ سابق میگفتن نه شما باران از کجا میاد؟ مسلمان ها میگفت از طرف آسمان. میبردش سر ابر در طیاره، میگفت این ابر خود زیر است. کتاب شما میگه در آسمان است. در کجای آسمان است؟ او بیعقل جاهل. بین السماء والارض نگفته که در خدا، در بین آسمان و زمین. اینمی ابرام به اختیار خود نیست. اگر الله بخواه ابر پیدا میکنه، یک جای باران میشه، یک جای نه. خب ابر و باران، نباتات که روزی شما، کشتی، این نعمت ها.
لآیات دلائل است بر قدرت الله، براهین بزرگ است و بر عظمت الله، با واحد بودن الله که حکیم ذات است. لقوم، خواهد برای قومی که یعقلون، از عقل خود کار بگیرن و فکر بکنن، سری گپا فکر کنن. ولی آدمی که بی عقل سر از چیزا فکر نمیکنه، میگه خودش میشه یا امو طور است یا چطور، دیگه اینی آدم ها دیگه در کفر شرک خدا باقی میمانن. خب الله متعال بعد از این میفرماید که اینال دیگه تابع الله باشه، این آسمان الله براتون پیدا کرده، زمین از الله، شب روز الله میاره، کشتی نعمتا، قانون از ما باید باشه. حال در روی زمین الله دیگه قانون طلب میکنه. و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب. بعضی از مردم آمن کسایی است یتخذو که میگیرد من دون الله بغیر از الله اندادا شرکا، شریک جور میکنن. یحبونهم که حب الله، محبت میکنن به امرای کسایی که اینا شریک جور کردن. که حب الله، مثل که اینا با الله محبت میکنن، اونا را مثل الله دوست دارن. والذین آمنوا اشد حبا لله، کسایی که ایمان دارن شدید از زیاد است محبتشان به امرای الله. ولو یرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب، اگر ببینن در همون وقت ظالما و مشرکین وقتی که عذاب میبینن یک حالت عجیب میبینن و این را ببینن که ان القوة لله جميعا، میفهمد که قوت کلش پیش الله است. و ان الله شدید العذاب، و الله سخت عذاب دهنده است. در این آیت الله رد میکنه به بالای مشرکین که این مشرکین که این نعمتهای الله را میبینن، میگه تعجب است، باز میرن غیر الله را عبادت میکنن، غیر از الله دیگه چیزا را عبادت میکنن، الله را فراموش کردگیستن، خالق خدا را فراموش کردن. و من الناس، بعض از انسان ها مشرکین، من کسایی هستند یتخذو که میگیره بغیر از الله دیگه شریک، یعنی جهالتش به حدی رسیده که بتا را به امرای الله شریک کرده، خدا جور کرده، معبود جور کرده. بعضی پیر انسان ها، بعضی رئیس جمهور ها، بعضی مختلف چیز هست. این دعا میگن 330 میلیون خدا داریم ما، 330 میلیون در کتابش خود نشته کرده. به 330 میلیون. یحبونهم که حب الله، محبت میکنن به امرای همی خدایشان مثل محبت الله. چی معنی؟ تعظیم میکنن، عاجزی میکنن، مثل که مؤمنین به الله محبت دارن. یا این که خود از اینا قسمی که الله را هم قدر عبادت میکنن، اونا را هم میکنن. قسمی که از الله مدد میخواه، از اونا هم میخوان. قسمی که به الله سجده میکنن، به اونا هم میکنن. قسمی که میگن قانون الله را قبول داریم، از اونا را هم قسم قبول دارم، مساویانه. این شرک است، اینمی کفر است. الله میگه اینمی ایمان نیست. والذین آمنوا، هرچه مؤمنین کس از مشرکین فرق داره. اشد حبا لله، زیاد است محبتش به امرای الله است مشرکین کرده. زیاد است چی معنی؟ مؤمنین الله را دوست دارد به درجه الوهیت، غیر از الله عبادت کسی را نمیکنن، رکوع نمیکنن، سجده نمیکنن، توکل اعتماد به کسی نمیکنن، امید در مافوق اسباب به هیچ کسی نمیکنن، ترس در مافوق اسباب از هیچ کس ندارن به غیر از الله، و مدد و حاجات خدا به غیر از الله از کسی دیگه نمیخوان. غیر از قانون الله دیگه قانون قبول نمیکنن. کل این گپا را که میگم در آیات های مختلف بیان شده است. مؤمنین این طور هستند. مؤمنین واحد، غیر از الله، الله فقط الله، دیگه چیز میگه، دیگه قانون، دیگه نظام، دیگه کسی را من حیث اله و معبود و فرمانروا قبول نداریم. ولو یرى الذین ظلموا، آل عذاب بیان میکنه. اگر ببینی تو و اگر ببینه الذین ظلموا، ظالما، مشرکین، بیدینا، چی را ببینن؟ اذ یرون العذاب، وقتی که عذاب میبینن، ان القوة لله جميعا، ای را ببینن که قوت کلش برای الله جميعا همگی، و ان الله شدید العذاب، و الله سخت عذاب دهنده است. شرک نمیکنن اینا، یعنی عذابی که برشان تعیین شده، اگر اینا و عذاب الله را ببینن هیچ وقت کار نمیکنن، ولی ندیدگیستند، برشان بیان میشه اونم ایمان نمیارن. بعضی میگه یرونه با معنای دیدن است، بعضی میگه لو یعلم
اگر اینا بفهم ظالما وقتی که عذاب میبینن که قوت همه پیش الله است و الله سخت عذاب دهنده است، اینا شرک و کفر نمیکنن، اما ندیدگیستن. استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. در اینجا الله رد میکنه به بالای کسایی که ارتباط تابع و متبوع دارن و یکی بزرگ و رهبر است و ما خورد هستم خورد و کلان نه، تنظیم پرستی و اینی گپا. بعضی کسا رهبر است متبوعین، بعضی تابعین است و متبوعین از تابعین از متبوعین خود یا خورده از رهبرای خود مطلقا اطاعت میکنن اگر که مخالف دین الله باشد. این هم الله میگه شرک است. اگر در روز قیامت شما ببینین اینا یکی که دیگه جنگ میکنن، رهبر تابعدار داودش نام میته ملامت میکنه، تابعدار رهبره. کسایی که در ناحق تابعداری کردن، در ناحق مخالف کتاب الله تابعداری کردن. اگر این تابعداری در اسلام است که بر حق باشد، به ناحق. استبر الذين اتبعوا، در اینجا الله رد میکنه به بالای کسایی که کورکورانه تقلید کردن، خب در هر گپ کلانای خدا نه قبول کردن. اگر ببینه یاد کو میگه زمانی را تبرأ الذين، تبرأ که چی میشه؟ بیزار میشه، جدا میشد. کی جدا میشه؟ الذين اتبعوا، کسایی که الذين اتبعوا، کسایی که تابعداریشان شده بود، متبوعین یعنی رهبرا، رؤسا، بزرگا. از کی بیزار میشن و جدا میشن؟ اظهار نفرت میکنن. من الذين اتبعوا، از کسایی که تابعداریشان کرد. یا خو زنده باد والا کسایی که پشت از اینا رفتن، در روز قیامت اونا پیش در جهنم میرن یا از پشتش میرن. میگه ما خود تابعداری تو را کردیم، نجات بده ما را. و میگه چی مصیبت شده شما؟ من خودم در عذاب خود هستم، یک نفر دیگه هم پشت من میدم. او را ملامت میکنه، او را ملامت میکنه. و رأوا العذاب، میبینن عذاب را، عذاب که میبینه کلشان. و تقطعت بهم الاسباب، قطع میشد در وقت دیدن عذاب الاسباب، همو سبب های دوستی، روابطی که داشتن نه به اساس تنظیمی و تقلیدی و پیری و مریدی، اونجا قطع میشه. پیر خودش پیرای باطل پرست میگه، پیش مریدای باطل از پشتش او در جهنم میره یا از پشتش میره. اونجا هر قدر که میامر نجات بده، چون که نمیتونن، امی اسباب دوستی قطع میشه، در روز قیامت دشمن میشن. الله در دیگه آیت میفرماید که کسایی که بناحق به اساس دنیا دوستی کردن، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوستا در اون روز بعضشان با بعض دیگر دشمن میشن. الا المتقین، مگر کسایی که به اساس تقوا و ایمان دوستی کردن. اینا دوستا هستند. دموجا دیگه الله ما شما را از این جمله بگردن. دوست داری کسی را به خاطر الله دوست داشته باش، به خاطر دین الله، بعد میبری به خاطر الله باشه. دوستی ما شما که به این خاطر باشه تا قیامت ادامه پیدا میکنه. اگر نه که به خاطر دنیا بود، دنیا و لالچ و تنظیم و انتخابات کی بود، رای دی و گپا بود، پول و پیسه بود، باز اونجا دشمنی است، اونجا دشمنی است، اونجا دوستی نیست. یا پیری و مریدی و بعضی ها منافع خود آدمی میبینه. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. میگن کسایی که تابعداری کرده بودن چی میگن؟ لو ان لنا كرة، اگر شود از برای ما کرتن یک بار دیگر رفتن به دنیا، فنتبرأ، ما بیزار میشیم، جدا میشیم، اعلان جدایی میکنیم، منهم ازمی کلانا کما تبرأوا منا، مثل که اینا از ما اعلان جدایی کردن. كذلك يريهم الله اعمالهم، همی قسم نشان میت الله به اینا اعمال بدشانه، حسرات علیهم، افسوس، پشیمانی به بالایشان، پشیمانی، افسوس. و ما هم بخارجین من النار، نیستن اینا بیرون شونده از آتش. حال پشیمان شدن از آتش بیرون میشه؟ الله میگه نمیشه. الله از این حالت نجات بده. کسایی که به خاطر دنیا و قومیت دوستی کرده، قوم نه تو، در روز قیامت به خاطر ایمان دوستی نکردن، قومیت جنگیدن، هم قومیت و این گپا، در روز رهبرایشان اینا را میگه لعنت به شما پشت ما آمده. امیال کلانا چقدر اینجا هست نه؟ میبینید اونا که میبینن که اینا لعنت ما را کرد، چی میگن؟
تابعدارا لو ان لنا کرتن، کاش که برای ما کرتن یعنی رجعتن یک بار دیگه رفتن به دنیا شود. یا الله میگه ما یک بار دیگه هم ببر. چی میکنی که ببرم؟ فنتبرأ منهم، حتمی اعلان براءت و جدایی و نفرت میکنیم از این بیدینا. کسایی بودن که ما را گمراه کردن. اینایی تو میگه ما پشت از اینا دویدیم ما را گمراه کرد. کما تبرأوا منا، مثل که اینا اعلان براءت کردن فعلا، حال ما پشت از اینا دویدیم هیچ فایده نکرده، حال ما را دو میزنن اینا، لعنت میگن، یک بار دیگه ما را اونجا ببر. الله میگه ای خود نمیره. کذالک یریهم الله، امی قسم الله نشان میته اینا را، اعمالشانه، اعمال بدی را که انجام دادن، کدام اعمال قبیحه، پشیمانه، حسرات، پشیمان، افسوس به بالاش، غیر از افسوس هیچی بد کردم، چی کاری کردم، در کلی خود میزنه، گاهی دوستای خود چک میگیره، کاش که پشت از این نمیرفت. و قال، باز میگوین که در روز قیامت که میشه میگوین انا اطعنا سادتنا و کبرانا، ما بزرگای بیدین خدا، کلانای خدا اطاعت کردیم، فضلونا سبیلا، ما را از راه درست گمراه کرد. باز چی میگن که در روز قیامت و یوم یعض الظالم، چک میزنه به دستای خود، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش که به امرای رسول سبیل میگرفت، کاش که رهبریت رسول الله صلی قبول میکرد، کاش که تابعداری از رسول میکرد. دستای خود چک میگیره، این تو پشیمانی، ولی فایده نداره. الله میال بیان میکنه این کار کی میشه؟ شاید که 1,000,000 سال بعد شود. نه الله حال گفته که نکنین، نرین پشت رهبرای باطل، پشت تنظیمای باطل نرین، که در روز قیامت این تو داتش میرین، پشیمانی فایده نداره، همیال پشیمان شوین، توبه کنین که رفتین. الله میگه در تنظیم باطل هستی، توبه کو به اساس دنیا و پول و پیسه. ولی مردم که ببینی برش بگوی که این طور هستی خراب است، ولی پدرای ما در تنظیم مرده، پدرایت مرده تو هم میموری، توبه بکن، نکوی کارتا نمیشه. و ما هم بخارجین من النار، نیستن اینا بیرون شونده از آتش. چی معنا؟ همی پشیمانی ها بر از اینا فایده نمیرسانه، هر قدر پشیمان شوند که بد کردیم میکردیم فایده نداره. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. ای مردم، یا ایها الناس، کل انسانای روی زمین من، ای مردم، هر کی هستی، کلوا مما فی الارض، بخورین حلال بدانین، مما فی الارض، از او رزقی که در زمین است الله برتان بیرون کرده، حلالا، حلال، طیبا، پاکیزه، حرام نباشد، پاک باشد، نفسش حرام نباشد. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تابعداری نکنین راه شیطان را، انه لكم عدو مبین، زیرا شیطان دشمن آشکارای شماست. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، جز این نیست شیطان امر میکنه شما را به بدی، والفحشاء به حیایی، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اینکه بگوین با الله چیزی را که علم ندارین. شیطان کوشش میکنه افترا کده برین، در فحشا باشین، در گناه و در بدی باشین، هیچ خوش نداره که شما در حالت خوب باشین. نه شیطانای انسی خوش داره نه شیطانای جنی. مناسبت عزیز که الله در آیت قبلی توحید دلایلش بیان کرد، آنچه که برای متقین بود، کافرها و کسایی که ما نافرمانا بود، احسان خدا بیان میکنه در اینجا الله که ای کسی مومن است کافر هرچی که است، از حکم الله اطاعت کو، چیزی که الله برتان حلال کرده از او استفاده کنید، چیزی را که حرام کرده از او را حرام بدانید، از پیش خود حلال الله را حرام نکنید، حرامش حلال نکنید، و حقام ندارین که از پیش خود حلال و حرام کنید. شما حق ندارین این حلالی حرام، حلال و حرام الله میکنه، خالقتان میکنه. بسیار مناسبت خوب است و در اینجا خطاب برای کل انسان هاست، یا ایها الناس. این یک دلیل عزیز که رسالت رسول الله برای کل جهان، این انسان ها، چایناستی، امریکاییستی، هر کی که هستی، کلوا مما فی الارض، بخورین آنچه که در زمین است. آنچه که در زمین است، آنچه که در زمین است چی است؟ در زمین چیزی که الله پیدا کردگی است. مما فی الارض یعنی گاو است، گوسفند است، شتر است، دیگه بز است، چیزایی که است.
و دیگه میوه‌ها و چیزایی که الله حلال کردگی است. حلالی که یعنی کاروبار این چیزا بکنی. یک چیز خودش نفسش پاک است ولی به دست آوردنش مهم است که حلال باشه. طیبا پاکیزه چی معنا؟ پاکیزه که خودمون حرام نباشه. مثلا خنزیر حرام است، او را با پیسان بخری حلال نمیشه. کاردم در گلونش بانی ذبحش کنی حلال میشه؟ نه. یگام تا میگم من خب بسم الله الله اکبر گفتم، خنزیر هر قدر بسم الله بگوی رگایش دی نمیشه، ذاتش حرام است. گوشت خنزیر نخو. بخورین اینجا که امر است یعنی حلال بدانین. طیبا پاکیزه باشه ذاتش. سگ خودش حرام است، سگ هر قدر ذبح کنی نمیشه، با پیسان بخری نمیشه، بشک. یا گرگ است، پلنگ است، همین چیزای مردار است. اینی چیزا. دوم حلال است، پاکیزه است ولی مال تو نیست. او چی است؟ او مثلا گوسفند است. این گوسفند گاو باز اینجا میگرده ولی از تو نیست، از دیگه کس. تو میری او را میگیری به زور میاری یا دزدی میکنی، باز بسم الله الله اکبر میگی میگی حلالش کردم. این حلال نمیشه. این مال خودش در ذاتش حرام است. این چیزها را باز کاروبار کنین، به طریق کاروبار و اینا پول بتین بگیرین، رضایتش بگیرین. یا گاو کسی را میکشی بدون رضایتش نکش، مرغش را میکشی بدون رضایتش نکش. رسول الله میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. چیزی که حلال است حلال بدن. اینا چی میکنن؟ بعض چیزا را از پیش خود حرام کرده بودن. اما حیوانایی که به نام بتایشان بود، بحیره و صایبه و اینا، شترها و گوا، آزاد میگشتن. مثل که این دو گاو هیچ دست نمیزنن. الله میگه این گاو حلال است، اینا حلال بدانین. میگن این خداست، گاو خدا میگن اینا. پس حلال باشه، پاکیزه باشد. هر چیزی که ناپاک باشد ناجایز است. مثلا مرغ صحیح است اما باشه و باز اینا در ذاتش حرام است، به ذبح هم نمیشه. ولا تتبعوا خطوات شیطان، تابعداری نکنین راه شیطان. شیطان شما را میگه کی زیباست تو را، مثلا میگه گوشت خنزیر بسیار خوب بشه، تو فایده داره، ازی بخوی تو نه، راه شیطانه. انه لکم عدو مبین، بدون شک شیطان از برای شما دشمن آشکار است. انما یأمرکم بسوء الفحشاء، شیطان هیچ وقت به خیر امر نمی کند، همیشه به بدی و فحشا. فحشایی را میگه که عقلم قباحتش میفهمد، سوئی را میگه که در شریعت ممنوع باشه اگر که عقل نفهمد. سو گناه ها، فحشا کارهای بد، گناه های مختلف دیگه. شرک هم در فحشا آمدگی است، بیجابی هم در فحشا آمدگی است، رابطه نامشروع هم در فحشا آمده، خود شرک هم در فحشا آمدگی. در سوره اعراف میاد و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آبانا. طواف میکنن به لباس، الله میگه این فحشا است، بی حیایی است. باز میگفتن پدرای ما می تو کرده. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و اینکه بگوین با الله آن چیزی را که علم ندارین. ان تقولوا علی الله، با الله تقول افترا میکنی، جرم میکنی، چیزی را که علم نداری. اینا چی میکنن؟ از پیش خود حلال میکنن، از پیش خود حرام میکنن. مثلا گوسفندی که خودش میمرد ذبح نمیشد، اینا میگفتن این حلال است. چرا حلال است؟ میگفتن خدا کشته. با سر مسلمان ها خنده هم میکردن، میگفتن چیزی را که خودتان میکشه میگی حلال، چیزی را که خدا برات میکشه میگی حرام. تو نکنی این کارا را. الله میگه انما حرم علیکم المیته، میته خودش مرد حرام است، و دم خون حرام است، خون جاری. و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله، آنچه که به نام غیر الله ذبح میشه این حرامه. این بیدینا همین چاینا که سگ میخوره، سگ و پشک زیاد میخوره. ما را یک دفعه گفتن در این پانتون بسیار سگاست، سفارت چین زنگ دیگه کلش میبره. بیدینا میبره کلش زاهید تو گوشت قیمتی شانه سگ میخوره. ایمان که نداشتنی سگ، پشک، موش میخوره. این ظالم